دادگاه نویای کیروف شهر نوسیبیرسک در مناطق سیبیر غربی روسیه روز 3 ماه سال 2024 شهروند تاجیکستان با نام گنجالوف را در ویران کردن قاعده های بود و باش گناهکار دانست و حکم اخراج او را برآورد. گنجالوف که تازه ماه ینور سال 2024 از تاجیکستان به نوسیبیرسک برای مردکاری آمده بود، پدر 9 فرزند بوده است و دیگر معلوم نیست که بعد محروم شدن عائله بزرگ او از یک منبع اساسی تأمین روزگارشان زندگی خود را چگونه و از کدام حساب پیش خواهند برد. بر اساس مواد پرونده مأموریش، گنجالوف پدر 9 فرزند ماه ینور سال 2024 از طریق ازبکستان و قزاقستان به نوسیبیرسک روسیه آمده است. مسیر سفر او نشان می‌دهد که این پدر 3 فرزند برای چپتای هواپیما پول نیافته است و مجبور شده است که خود را با راه‌های ارزانتر توسط نقلیات زمینی تا به روسیه برساند، اما در نوسیبیرسک به گنجالوف پتنت ندادند و بنا به قرار دادگاه گنجالوف در نوسیبیرسک بدون پتنت لازم به سهولت کاری پرداخته بعد تمام شدن مهلت قانونی بود و باشش به دلیل پول نداشتنش از ترک قلمرو روسیه سرکشی کرده است. طبق قانون‌های روسیه شهروندان تاجیکستان می توانند تا 90 روز آنجا بمانند، ولی برای مهلت از آن بیشتر باید پتنت بگیرند و یا روسیه را ترک کنند. روز 3 ماه دادگاه نویای کیروف گنجالوف را در ویران کردن قانون‌های مهاجرت روسیه گناهکار شناخته 2000 روبل جریمه بست و حکم مجبوری بیرون کردنش از قلمرو این کشور را برآورد. تا روز اخراجش گنجالوف را در بازداشتگاه مخصوص مهاجران نگاه داشتند. تفسیر دیگر این پرونده دسترس نیست. معلوم نیست که گنجالوف را آیا برای چند سال از حق سفر به روسیه محروم کردند. درباره خود گنجالوف در نوسیبیرسک به چه کار مشغول بودن او نیز معلومات در دست نیست. خود گنجالوف و یا نزدیکانش برای شرح کمک دادگاه دسترس نیستند. این هم معلوم نیست که بعد از دست دادن حق کار در روسیه آیا عائله بزرگ عبارت از 9 فرزندش را چگونه تامین خواهد کرد. فشار بالای مهاجران به ویژه بالای مهاجران تاجیک در روسیه بعد حمله خونین تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو افزایش یافت. این حمله 145 کشته به جا گذاشت.